یه هشدار جدی. شما در حال تماشای بزرگترین تحول تاریخ بشری هستین. هوش مصنوعی. اما این تحول به همون اندازه که هیجان انگیزه میتونه ترسناک هم باشه. ای وای ببخشید. تا همین دیروز ما نگران بودیم که هوش مصنوعی جای شغل‌های کارخونه‌ای رو بگیره. اما امروز این تهدید به پشت میزای ما هم رسیده. ابزارهایی مثل سورا و چت جی پی تی دیگه در حال یادگیری نیستن. اونها در حال اجرا. میخوام 10 تا شغل رو نام ببرم که بر اساس پیشبینی‌های جهانی تا سال 2030 توسط هوش مصنوعی یا کاملا نابود میشن یا به شدت متحول میشن. حالا میخوام ببینیم شغل شما هم توی این لیست سیاه قرار داره یا نه. شماره 10. کارمندان بخش ورود داده و حسابداری پایه. وارد کردن اطلاعات با یگانه اسناد و کارهای روتین مالی دیگه نیازی به انسان نداره. هوش مصنوعی با دقت 100% و سرعت نجومی جایگزین این افراد میشه. شماره 9. تایپیست ها. ابزارهای تبدیل گفتار به متن هوش مصنوعی و مدل‌های زبانی دیگه نیازی به واسطه انسانی برای تایپ و خلاصه نویسی ندارند. شماره 8. مترجمان عمومی زبان. مترجمان تخصصی و ادبی شاید باقی بمونند، اما برای ترجمه متون، ایمیل ها یا مکالمات روزمره هوش مصنوعی نه تنها سریعتر بلکه همکنون با کیفیتی برابر یا بهتر ترجمه میکنه. شماره 7. تحلیلگران بازار سهام و معامله‌گران سطح مقدماتی. هوش مصنوعی میتونه روندهای بازار، داده‌های اقتصادی و اخبار رو هزاران بار سریعتر از هر انسانی تحلیل کنه و تصمیمات لحظه‌ای بگیره. فقط معامله‌گران با ریسک بالا و سطح مدیریت ارشد باقی میمونند. شماره 6. اپراتورهای مرکز تماس و پشتیبانی مشتری. چت‌بات ها و سیستم های صوتی هوشمند حالا میتونن 80% سوالات مشتریان رو با سرعت و صبوری زیاد پاسخ بدن. اپراتور انسانی فقط برای موارد بسیار پیچیده باقی میمونه. شماره 5. مدیران شبکه‌های اجتماعی پایه. هوش مصنوعی محتوا تولید میکنه، زمان بندی میکنه، کامنت های ساده رو پاسخ میده و حتی تحلیل میکنه که کدوم پست بهتره. وظایف روتین ادمین ها به ربات ها محول میشه. شماره 4. معلمان زبان خارجی. برای آموزش گرامر، لغات و تمرین تلفظ، نرم افزارهای شخصی سازی شده و هوش مصنوعی جایگزین معلم انسانی در مراحل اولیه یادگیری میشن. شماره 3. خبرنگاران و گزارشگران خبری عمومی. برای پوشش اخبار اقتصادی، ورزشی و سیاسی که داده محور هستند، هوش مصنوعی با چند کلیک گزارش کامل و بی‌طرفانه‌ای تهیه میکنه. این خبرنگاران باید به سمت گزارش‌های تحقیقاتی و عمیق حرکت کنند. شماره 2. تولید کنندگان محتوا. نوشتن مقالات وبلاگی، ایمیل‌های تبلیغاتی و توضیحات محصول حالا دیگه به تخصص چت جی پی تی تبدیل شده. فقط تولید کنندگانی با صدای منحصر به فرد و خلاقیت ناب باقی میمونند. شماره 1. برنامه نویسان مبتدی. شوکه شدی؟ هوش مصنوعی حالا دیگه میتونه خطوط کد کامل رو بنویسه، اشکالات رو پیدا کنه و یه وبسایت ساده رو در چند دقیقه بسازه. نیاز به برنامه نویسان تنها به معماران و طراحان سیستم‌های بسیار پیچیده محدود میشه. اما هنوز میشه امید داشت.
نکته مهم اینجاست، هوش مصنوعی جایگزین انسان‌هایی نمیشه که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. مشاغلی که زنده میمونن 3 ویژگی کلیدی دارند: خلاقیت غیر تکراری، تفکر انتقادی پیچیده و هوش هیجانی بالا. مهارت‌هایی مثل مدیریت، تدریس در سطوح عالی، رواندرمانی و هنر ناب در حال حاضر در قلمروی امنی هستند. اگر شغل شما در این لیست بود نترسید. همین امروز شروع کنید به یادگیری ابزارهای هوش مصنوعی مرتبط با کارتون. از ربات‌ها به عنوان یک همکار فوق‌العاده سریع استفاده کنید، نه یک رقیب. این نبرد انسان علیه ماشین نیست، بلکه نبرد انسان‌هایی است که به آینده نگاه می‌کنند در برابر کسایی که در گذشته موندند. حالا شما بگین شغل دیگه میشناسین که در معرض خطر باشه؟ حتما واسمون کامنت کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک و سابسکرایب کنید و اگر میخواید بدونید کدوم شغل‌ها جایگزین این لیست میشن ویدیوی بعدی ما رو از دست ندید.